ما در یک حالت قرار داریم که باور کنید امروز یک زمان رسیده است، یک حالت، یک مصیبت رسیده است که پدران و مادران از شوهر دادن دختران خود میترسند. چرا امروز جوانها، مردها از اولیدار شدن به دخترها میترسند؟ به خاطر چی؟ به خاطر آنه که امروز عقیده مردم، در عقیده مردم یک جمله هست، این جمله را همه ما میدانیم و میشنویم. پدران و مادران در تربیت فرزند به اهمیت میشوند و بعدا میگویند امروز جوانها را همین اینترنت و همین تلفن ویران کرده است. چرا ما یک لحظه فکر نمی کنیم که سالها پیش همین جمله نبود؟ به خاطر چی؟ امروز همین مخلوقی که نامش تلفن است آیا زبان دارد یا اینکه دست دارد که از دست فرزندهای ما گرفته برد و گوید تو به این کار دست بزن، تو در این صحیفه اجتماعی در رسم گذار، خودت را نشان ده، نوار گیر، دختر باشد موی سرت را نشان ده، خود را جاذبه کن تا اینکه مردها بینند و بر تو جلب شوند، تا اینکه تو زیاد لایک گیری یا اینکه پرسماترهایت زیاد شود. آیا این جمله، همین جمله، همین گفته های تلفن است مگر؟ چرا ما همیشه میگیم که جوانها را اینترنت ویران کرده است؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی پدران و مادران میترسند که دخترهایشان را به شوهر دهند، و آنها شوهر خوب نصیب میکرده باشد، آنها زندگی خوب نداشته باشند، یا اینکه جوانهایی که زنگیر شده اند و میگویند دختری خود یافته نمیشود. بله، شما چنین تصور میکنید. بله، دختران خوب هم زیاد هستند، البته آنها بر پسران خوب هستند. اگر ما در زندگی مردی به عقل باشیم، اگر ما در زندگی کارهایمان ناجا باشد، اگر ما هر کاری بعدی که میکنیم به هر دختران اگر روز گذرانیم، فراموش نکنیم که هر کاری که کردیم همان کار نسبت ما میشود. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که الکی این ترس، این جمله در همه ما و شما هست و همه ما و شما این جمله را 10 بارها تکرار میکنیم. پدران عزیز، مادران مهربان، هیچ پدر و مادر نمیخواهد که از پشت فرزند شود شرمنده و شرمسار شود. البته هر یک پدر و مادر از دختر میترسد، زیرا دختر چیزی است که با یک کوچک اندک خطا الکی سر پدر و مادر را خم میکند. اما پسران عزیز، برادران عزیز، شما نیز هر کاری که کردید در زندگی و هر دختری که روز گذراندید، کیف صفا کردید، فراموش نکنید که همین گونه دختر نصیب شما میشود. البته نصیب شما میشود. درت را در کسی را تک تک مکن که درت را تک تک نکنند. خدایا را مددگار شما باشد.